تو قسمت قبلی با هم اسلایس ها رو بررسی کردیم. تو این قسمت میخوایم مپ رو بررسی کنیم. مپ یه وریبلی هست که کلید داره و یه مقدار و تایپ این دوتا میتونه متفاوت باشه. برای مثال من یه وریبل m تعریف میکنم که از نوع مپ هست، پس میکش میکنم، میگم کلیدش استرینگ هست، مقدارش هم استرینگ هست و میام اینو پرینت هم میگیرم، میگم که پرینت کن m رو. من میتونم وریبل m رو کلید بهش اختصاص بدم. برای مثال بگم نیمی که داخل m هست مساوی آرشه و اگه من این رو پرینت بگیرم به من میگه یه مپ دارم که نیمش آرشه. همچنین میتونم بهش بگم مثلا سیتی هم مساوی تهرانه و باز اگه رانش بگیرم به میگه که یه مپ داریم که سیتیش تهرانه و نیمش آرشه. همچنین میتونم فقط سیتی رو پرینت بگیرم، یعنی فقط به یک مقدارش دسترسی داشته باشم که تهران میشه.